تقوا چی است؟ ما شما میگه ایمان به غیب است. ما شما چی میکنیم؟ ما میگیم والا تقوایی است که من تسبیح 1000 دانه‌ای پرتم. تقوایی است که مثلا من زیاد ذکر کنم. تقوایی است که من زیاد نماز بخونم. زیاد ذکر نکن، زیاد نماز نخوان. اول عقیده قوی بساز. اصول دینت که جور شد، باز اگر عقیدت قوی بود، اگر 50 دفعه ذکر کردی، اگر یک دفعه الله گفتی، سیکو اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، میگه وقتی که ذکر الله میشد یک دفعه دلایشان ترس میآید. چرا؟ به خاطر از اینکه او کسی که الله را شناخت، باز این مجرد که یک کار زشت میکنه برش بگویی که از خدا بترس، نکوی کار، فورا دست خدا محکم میگیره. ذکر الله نفت خودش، اگر ذکر خودش ذکر کنه، نه میگه ذکر الله وقتی که به یاد آورده شد، یک کسی به یادش بیاره که برادر این کارا نکن، نمیترسی از خدا این کارا میکنی. این کسی که عقیده نداشت برش بگو از خدا بترس، نکوی کارا، و هنوز خیز میزنه. اما اگر آدم با تقوا باشه، این مجرد برش بگویی که نکوی کار، از خدا بترس، یک دفعه. از این خاطر صحابه کرام حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، اگر یک اشتباه عادی میکردن برش میگفتن که یا عمر اتق الله، از الله بترس، یک دفعه وجلت قلوبهم، خدا جمع میکردن که چی گفت؟ یک دفعه نام الله ذکر شدن، یک دفعه ایسا یک دفعه ترس و وحشت از گناه میگیره. عقیده قوی است. اگر عقیده ضعیف بود، 1000 دفعه سبحان الله 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 گفته میره، ببینی که تو 1000 دفعه الله گفتی، نیم ساعت بعدش که از این مجلس که برآمد در گناه مبتلا هست. چرا؟ قلب ازی، اگر قلب بترسه چپ میشینن، گریه میکنن، خود از زمین میپرتن. بسیاری وقتا ما الله میگه میرقصن، اونش میگه الله الله الله، یتن میپرته. چرا؟ این قلب ازی اذا ذکر الله نمیشناسه الله را، عظمتشه.